این است دستگیری. از طرف یگان کس رنج ندیدید؟ من مطمئنم که مثلا خولا یا اینکه ینگا زنی تقا زنی امک زنی امو اینها هیچ وقت جای مادر را گرفته نمیتونند. هیچ وقت اذیت نشدید از طرف یگان کس؟ بودن این لحظه در جواب همین چیزا به همشون خدمت کردم. حتی در جوابی بدی؟ بله. چرا؟ نمیدونم این خوبی رو نمیتونم خودم رو خوب بگویم، ولی این چیز رو شاید خداوند در دل من انداخته است. با بعضیاشون خانه خریدم، هدیه کردم چون شرایط خوب نداشتم. در عروسی دختر و پسراشون از اول تا با آخر کمک کردم از برای خدا. خجالت میکشند بعضی از آنها از کردن؟ من حس میکنم که خجالت میکشند البته، ولی من اجازت نمیدهم که خیلی رفتن گیرد. من با یگان شوخی و خنده و با یگان چیزی داشته باشم هدیه میکنم که فکر کنن که من فراموش کردم. بخشیدید همشون؟ بله بخشیدم. دوستان عزیزیم، بود صحبت ما با زلیخا در اطراف بچگی هایش. گفتید عشق رفت برد. دشوار است به عشق؟ به عشق هیچ چیز معنا نداره. شیرینی حیات در عشق باشد. سرود تزیبا میکنه، زندگی تزیبا میکنه، دل تزیبا میکنه. آدم عاشق فقط همو عشقش میبینه دیگه، هیچی بدی و خوبی و هیچ چیز دیگه فکر میکنه. دنیا یک طرف، بله، شخصی دوست داشته یک طرف. گوه پیشپا میخوریم و میافتیم و باز میخیزیم، زانوهایمون آرنجهایمون خونشار میشود ولی باز میرویم به پیش. شاید دخترهای هستند، زلیخاهای کوچک کوچک که استعداد دارند، از مقام یک دختری که از صفر زندگی خود را سر کرد، خشتی اولی زندگیش را خودش ماند و این بنای محتشم را آباد کرد. چی میگوید به این گونه دخترها؟ اگر مصلحت بدهم به کسی، مصلحت خوب میدهم، چون من آدم بخیل نیستم. در اینستاگرام بسیاری از زنان از من مصلحت میپرسند، فقط خواهش میکنن یک بار جواب بدین. من همی از شوهرم جدا شدم، من چیکار میتونم کنم؟ خیلی میگم رو افتاده نشوید، یگان کار یگان کسب آموزید. خیلی یگان مصلحت خوب میدیم و یعنی شما در نظر دارید که من به بیننده ها یگان مصلحت خوب بدیم؟ مخصوص به دخترهایی که مثلا مثل شما آواز دارند ولی امکانیت ندارند، از چیز میترسند، از چیز میهراسند. یک چیز است که به پرده بگویم. بله. اگر در راه راست بروی، مقصدی همین خوب داشته باشی، یعنی که هر کاری که نباشد، مثلا هنرمندی هم یگان جای یگان وای نیست، مثال کسب است. اگر بخوای که صدقاً هنرمند شوی، باید همین راه انتخاب کنی برای. مثال آسان نیست. بودن لحظه‌ای که مرا از پشت صحنه بیرون کرده بودن که تو سرود نمیخونی گفته. بودن لحظه‌ای که مرا گریانده بودن، من خودم یک بیچاره حس کرده بودم، ولی من بازم کوشش کردم. یعنی کنسرت که نشد باید کلیپ کنی، با واسطه کلیپ خودت معرفی کنی. همین یعنی که در دلت آرزو داشته باشی، در راه راست باشی، یگان کاری بد نکنی و بخیلی نداشته باشی، انشالله که موفق میشی. اگر هنری خوب داشته باشی، در حقیقت هنرمند باشی. اگر اصلاح کرده میشد بعضی حادثه های زندگی رو، چی رو اصلاح میکردید شما در زندگیتون؟ اگر که همون روزا نمیبود، من شاید به اینجا نمیرسیدم. من هیچی پشیمان نیستم، من هیچ چیز. من فقط عذاب رنج دیدم. خیلی یگان کس به خطاگی نمیشود، اما خطاگی میکنم.
ولی من خطایای من قدر بزرگی نبود که من بشینم پشیمانی بکنم بگم که من باید این کارو نمیکردم. فکر میکنم همش چیزی که بود با خوبی خودم بود. اوه، در آخر میخوام باز یک سوال دیگر پیشکش کنم. ترس. از چی میترسی در زندگی؟ از همه چیزی که میترسم اولین همین است که با یگان نفر دوستی میکنی، باور میکنی، همون نفر دشمنت میشه و یک روز یعنی دشمن یعنی ضررش میرساند. میآید پنهانی هم از همین جاهایی که تر ضربه بزنن درد میکنه، همون چیزا را استفاده میکنه. بودن نفرایی که در زندگی من آمدن خودشون به شکل دوست معرفی کردن، هم خیلی گویا که جانشون برای من میدهند و هم خیلی انسان ها وقتی از برم دور شدن کی بودنشون دیدم. خیانت کردم؟ خیانت کردم، بله. از همین چیزا بسیار میترسم.